ولش کن حالا بابا، نمیخواد امشب بریم بیرون، دوره هم یه شام ساده میخوریم دیگه. همسرش براش یه چیزی میخره یا اصلا بهش پول تو جیبی میده، خانوم عذاب وجدان میگیره. یکی از چیزهایی که اعتبار و جذابیتت رو توی رابطه کم میکنه اینه که به سرعت به فکر جبران محبتی یا خودت رو لایق محبت نمیدونی. عزیز من، پذیرش عشق ورزی نداشته باشی یه زن با ارزش نیستی. یه زن جذاب محبت رو دریافت میکنه، تعارف رو دریافت میکنه، حمایت رو دریافت میکنه، چون میدونه لیاقت همه اینها رو داره. اصلا این جمله ها رو نگید. چرا این کارو کردی؟ اصلا لازم نداشتم که، همون گلو دادی کافی بود دیگه، کادو نمیخواست. ولش کن بابا، شام نریم بیرون. ببین عزیز من، چه همسرت چه آدم‌های دیگه عاشق ارتباط با آدمی‌ان که برای خودش ارزش قائله و خودش رو لایق حس میکنه.